خشایار سلام. چطوری؟ قربونت، سلامت باشی. سلامت باشی. من یه سوال داشتم ازت. میخواستم ببینم که بدون تور میخوام بیام روسیه. خب بعد اینکه میخوام کم خرج باشه و هزینه کم و بیام حتما مسکو هم ببینم. تو میدونی چجوری بدون تور میتونم بیام؟ آره چرا که نه، حتما به توضیح میدم. قربونت، سلامت باشی. بریم به این دوستمون بگیم چجوری میتونه بدون هزینه زیاد و گرفتن تور پاشه بیاد روسیه. با من همراه باشید. اولین قدم گرفتن ویزاست. من یه سایت داخل دیسکریپشن میذارم، شما خودتون میتونین وارد سایت بشین، فرمو پر کنین، مدارکتون رو آپلود کنین و ویزاتون دریافت کنین. ارزون ترین نوع ویزاست، ویزا الکترونیک روسیه. خیلی هم سریع به دستتون میرسه. تمام توضیحاتشو داخل سایت داده، نحوه پرداختش هم نوشته. به راحتی میتونین پرداخت کنین. اگر که مشکل داشتین به من پیام بدین که کمکتون کنم. بچه‌ها تمام توضیحاتی که شما چجوری میتونین ویزا رو دریافت کنین داخل سایت نوشته شده. یکی یکی برین جلو، فرمشو پر کنین، کاری که باید انجام بدین رو انجام بدین و به راحتی ویزاتون دریافت کنین. واقعا کار سختی نیست و همه میتونن پسش بر بیان. قدم بعدی اینه که شما بتونید بلیط هواپیماتون رو بخرید. بچه‌ها ایرلاین های ایرفلوت و ماهان هفته‌ای 3-4 بار پرواز دارن به مسکو و ایرلاین های معراج، ایران ایرتور و آتا توی فصل‌های بهار و تابستون پروازاشون رو به مسکو بیشتر میکنن. چند تا نکته وجود داره. ایرفلوت همیشه قیمتش پایین‌تر از ماهانه، اما باری که شما بخواید چمدونی تحویل بدین نداره و اگر بخواید باید خریداری کنین و فقط 10 کیلو وارد کابین میتونید بکنید. پرواز ایرفلوت بدون بار 15 تومن 16 تومن همیشه و اگر بخواید 25 کیلو چمدونش رو بخرین حدود 20 تومن در میاد یک طرفش. و ماهان اینجوریه که همیشه 30 کیلو بار داره ولی قیمتش یک کم بالاتره. اما اگه شما بتونین یک ماه و نیم قبل بلیط ماهان رو بگیرین هزینه‌اش خیلی پایین‌تر در میاد و به صرفه تره. پروازش هم پرواز ایرانیه، هم غذایی که داخل هواپیما میده خوبه، هم کیفیت هواپیما خوبه. پروازهای آتا و معراج و ایران ایرتور رو شما باید سایت ها رو بگردین، قیمت خوبش رو پیدا کنین و طبق اون خرید کنین که یه وقت ضرر نکنین. ولی اونا هم 25 کیلو تا 30 کیلو رو همیشه میذارن که شما داخل بار ببرین و قیمتش هم پایین تره. یه پیشنهاد دیگه که سر بلیط میتونم بهتون بدم اینه که بچه‌ها پروازهای غیر مستقیم هزینه هاش پایین تره تا پروازهای مستقیم. مثلا اگه شما از تهران پاشین برین شارجه، برین استانبول و از اونجا باز بیاین اینجا، معمولا پروازهای غیر مستقیم هزینه هاشون خیلی پایین تره و شما میتونید ارزون تر سفر کنین به روسیه. چنج پول یکی از چیزایی که خیلی مهمه که برای کسی که میخواد سفر کنه، چون هر صرافی قیمتش فرق میکنه و شما از هر جایی که بخواین پولتون رو چنج کنین میتونه خیلی تو هزینه‌هاتون کمک کنه اگر که ریت خوبی بفروشین. اما روسیه به دلیل اینکه بانکاش به ایران وصل شده، شما میتونید به راحتی با کارت بانک ایرانتون مثل ملت و تجارت و رفاه توی نرم افزار پاتلایف ثبت نام کنین، کارتتون ثبت کنین و وقتی اومدین اینجا تا سقف 40 میلیون تومان تقریبا شما میتونید از آبربانک‌های روسیه پول برداشت کنین. من طریقه برداشت پولشو توی ویدیو شورت براتون گذاشتم، اونو ببینین، این بالا هم براتون میاد که ببینید چجوری میتونین اینجا از آبربانک‌های روسیه پول برداشت کنین. نیاز نیست که برین توی بانک پولتون تبدیل به روبل کنین، اصلا نیاز نیست. فقط ریالی که داخل کارت بانکیتون هست همونو با استفاده از یک گوشی اندرویدی مثل سامسونگ یا شیائومی که NFC داره روی دستگاه آبربانک قرار میدین و
پولتون رو برداشت میکنین. این کار هم باعث شده که شما دردسر خرید دلار و فروختنش اینجا و صرافیایی که قیمتشون بالاترن نداشته باشین، هم معمولا نرخش بهتره تا دلار آزاد. بچه حالا من چند تا نرم افزار بهتون میگم نصب کنین حتما قبل از اومدن به روسیه که خیلی میتونه بهتون کمک کنه. اولین نرم افزار یاندکس مپه. بچه از اونجا که گوگل مپ زیاد اینجا خوب کار نمیکنه، حتما یاندکس مپ رو نصب کنین و برای مسافتایی که میخواین تشریف ببرین از یاندکس مپ استفاده کنین. بچه از اونجایی که مسکو یه شهریه که ترافیکش زیاده و مترو خوبی داره، اگر که ندیدین مترو رو من براتون الان میذارم، حتما ویدیو مترو رو ببینین. نرم افزار یاندکس مترو هم نصب کنین برای جابجایی بین خطوط و جایی که میخواین برین، خیلی میتونه بهتون کمک کنه و ازش استفاده کنین. شما از روی یاندکس مپ میتونین تاکسی بگیرین، اما بهتر اینه که یاندکس تاکسی یا همون یاندکس گو رو نصب کنین و برای تاکسی گرفتن از این نرم افزار استفاده کنین. بچه‌ها مثل همه فرودگاه‌ها یه افرادی هستن نزدیک فرودگاه‌ها که حالا تاکسی هن و هزینه‌های خیلی بالاتری ازتون میگیرن بابت رسوندنتون مقصدتون، اما اگر که نرم افزار یاندکس رو نصب کنین هزینه‌تون خیلی میاد پایین. ولی من پیشنهاد میکنم، چون این ویدیو برای کسایی که میخوان هزینه هاشون بیاد پایین، بهتون پیشنهاد میکنم تو هر فرودگاهی که از مسکو اومدین بگردین از طریق یاندکس مپ مبدا و مقصدتون رو مشخص کنین و با مترو و اتوبوس تشریف ببرین که هزینه‌تون رو واقعا میاره پایین. یه نکته دیگه که وجود داره، از اول امسال چون سیم کارت روسی رو شما خیلی سخت میتونین بگیرین، یه پروسه 10 روزه داره، حتما قبل از اینکه بیاین روسیه رومینگ اینترنت همراه اول یا ایرانسلتون رو بگیرین و بعد تشریف بیارین که اینجا بدون اینترنت نبودین. من توی یه ویدیو گذاشته بودم بهتون نحوه اتصال موبایلتون رو به وای فای توی خیابون و مترو توضیح دادم، اما یه سری جاها نیاز به شماره تلفن روسی داره که خب این دسترسی رو خیلی سخت میکنه. برای همین حتما قبل از اینکه تشریف بیارین روسیه رومینگ رو تهیه بفرمایین که اینجا دچار مشکل اینترنت نباشین. حالا میگم هم توی خیابون هم توی مترو هم توی هتل ها وای فای رایگان هستش، اما میبینین 1% یه جایی شما نیاز به اینترنت دارین و اون اینترنت که میخواین در دسترستون نیست. پس حتما رومینگ رو خریداری کنین و بعد تشریف بیارین روسیه. بچه‌ها از اونجایی که این ویدیو برای کسی که میخواد بدون تور بیاد روسیه هزینه کمی بکنه، اینجا یه سوال پیش میاد که خب اینجا برای اسکان هتل بگیرم، هاستل بگیرم یا اینکه خونه بگیرم، کدومش به صرفه تره؟ شاید باورتون نشه ولی اگر نظر منو میخواین حتما خونه بگیرین، نه هاستل برین نه هتل برین. اگر که دوست دارین توی فضای هاستل توی خون اتاقای 5 تخته و 6 تخته اوکی هستین که خب حتما هاستل، اما اگر با خانواده هستین 1 نفر 2 نفر 3 نفر هستین حتما خونه بگیرین. نرم افزارهای سیان و آویتو نصب کنین یا برین داخل سایتشون، گوگل خودش ترجمه خودکار فارسی داره، تنظیماتش رو بذارین روی خونه های روزانه و از طریق گوگل ترنسلیت برای تاریخی که میخواین یه خونه پیدا کنین، بهش پیام بدین که من از این تاریخ تا این تاریخ میخوام بیام و برای من رزرو کنین. اونجا اگر که صحبت پرداخت شد بهش بگین که من الان ایرانم و هر موقع که اومدم پرداخت میکنم به صورت نقد و همشون قبول میکنن، هیچ مشکلی هم ندارن. یه حالتی شبیه به ایربی‌ان‌بی داره، اما چون ایربی‌ان‌بی اینجا تحریمه، این نرم افزارا کلا برای خونه است و میتونه کمکتون کنه. خونه های اینجا از 2000 روبل که همون $20 تقریبا $18 تقریبا میشه، از $18 هست تا 3000 روبل که حدود مثلا $27-8 میشه شبیه هست. اما هتل بچه‌ها هتل ها اینجا گرونه
از شبی تقریبا 30-40 دلار شروع میشه به بالا که خب نمیصرفه، چون شما اولا که چون بدون تور اومدین و اومدین مسافرت، دوست دارین که شهر رو بچرخین، راه برین و از جای دیدنش استفاده کنین. برای همین من بهتون پیشنهاد میکنم حتما خونه بگیرین، چون که هم فضای راحت تری براتون هست، هم این که منطقه‌شو میتونین خودتون انتخاب کنین و اینکه تنها چیزی که نداره شاید مثلا صبحونه رایگان نداشته باشه یا هر روز نخواسته باشم بیان نظافتش کنن، اما توی هزینه‌هاتون خیلی میتونه کمکتون کنه. من برای کسی که میخواد خونه اجاره کنه 2 تا فروشگاه معرفی میکنم که شما از این فروشگاه اگه خرید کنین هزینه مواد غذاییتون هم خیلی میاد پایین. فروشگاه هایی که ارزونه و شما میتونین نزدیک محل اسکانتون پیدا کنین و همه جای شهر هست، یکیش مگنیته، یکیش پتروشکا. این 2 تا مغازه قیمت های مواد غذاییشون خیلی پایینه و شما میتونین به راحتی خرید کنین، هم هزینه‌اش با این طرح، هم همه جا در دسترسه. هر جایی که دارین خونه اجاره میکنین توی همون نرم افزارهای سیان و آویتو، توی یاندکس مپ سرچ کنین مگنیت یا پتروشکا، مغازه هایی که نزدیک خونتون رو پیدا کنین و طبق اون خونه بگیرین، چون خونه روزانه توی مسکو خیلی زیاده و شما دستتون بازه توی منطقه که دارین اجاره میکنین و جایی که هستین. نکته بعدی که خونه میخواین اجاره کنین اینه که نزدیک مترو باشه بچه‌ها، چون شما دارین بدون هزینه میاین اینجا، هزینه‌تون خیلی پایینه. مترو نکته‌ایه که شما میتونین خیلی چرا انقدر داد میزنی مومن؟ خونه باید نزدیک مترو باشه که برای رفت و آمدتون به مرکز شهر بتونه کمکتون کنه. برای سفر بین شهرهای روسیه خب هواپیما قیمتش زیاد با قطار فرق نمیکنه، اما قطار لذت دیگه‌ای داره، چون تنوع قطار توی روسیه خیلی زیاده. شما از قطارهای ارزون میتونین اینجا سوار شین تا قطارهای خیلی لوکس و سریع و سیر و متنوع است و بهتون پیشنهاد میکنم اگر میخواین خرید کنین از سایت‌ها که خب باید پرداخت آنلاین داشته باشین، از روی یاندکس مپ مبدا و مقصدتون رو مشخص کنین و ترمینال یا همون راه آهنی که بهتون آدرس میده تو مسکو رو برین و حضوری خرید کنین. همه کارم اینجا با ترنسلیت راه میفته، مشکلی توی زبان نیست. تو قرن 21 داریم زندگی میکنیم و چت جی پی تی و گوگل خیلی میتونن به ما کمک کنن توی سفر ارزون که ما با هزینه کم بتونیم سفر کنیم. پس اگر اومدین و خواستین بین مسکو و سن پترزبورگ برین یا شهرهای دیگه که فرودگاه ندارن، از قطار استفاده کنین. هزینه‌هاش مناسبه، لذت دیگه‌ای هم داره. خب من فکر می‌کنم تا اینجا ویدیو دستتون اومد که چجوری میتونین بدون تور تشریف بیارین مسکو و لذت ببرین از هر نقطه‌ای که فکر می‌کنین. بچه‌ها مسافرت کنین، سفر خیلی آدمو پخته میکنه، خیلی تجربه‌های شگفت‌انگیزی به شما میده، مخصوصا یک کشورهای این شکلی که نه خیابونش نه هیچ جا شبیه به ایران نیست. آدماش متفاوتن، ماشیناش، خیابوناش، خونه‌هاش، سبک زندگیشون و خیلی دیدتون رو میتونه بزرگ کنه. پس حتما سفر کنین، حتی با هزینه کم که شده، چه تو ایران چه خارج کشور، تا حدی که میتونین پیشنهاد برادرانه بهتون میدم که سفر کنین. بازم ممنونم که تا اینجا ویدیو با من همراه بودین. اگر که واقعا لذت بردین لایک کنین، سابسکرایب کنین و اون زنگوله رو هم بزنین که من اگه ویدیو جدید گذاشتم براتون بیاد. خیلی ممنونم. تا ویدیو بعد، خدا نگهدار.